من چرا اینجام جناب؟ خانم همسرتون از شما شکایت کرده، ایشون مدعی شده که طی 5 سال زندگی مشترکتون هر سال روز مرگ فقط جواب میده گرفته و این واقعا در شأن یک مرد نیست. بله واقعا ناراحت کننده است. نه میخواستم بگم آخه باهاش خیلی بو میداد، ولی آخه به هر حال گناه داره. آخه باهاش واقعا بو میداد. هی آخ گفتن چی الان؟ بابا آخه یه سری مادرش و امیرا اومدن خونه ما، بعد ما انگار قرمه‌سبزی گندیده داشتیم. یعنی اینقدر نشسته بود که همه فهمیدن؟ نه اون که شسته بود جوراباشو، قرمه‌سبزی من گندیده بود واقعا دیگه. من آزادم حالا. شما که اسیر نبودی، البته همسرتون الان بازداشت است. بازداشتگاه چرا میگی نمی‌بینی بعد اینجا از من شکایت کرده؟ اون که درسته ولی خب جوراباش واقعا گنده. دیگه گفتم بنظر که موضوع داشت به هم میره خیلی. جناب حالا شما لطفاً آزاد شید، من قول میدم اون یه چیز دیگه برای بگیرم. آخه چی بگیرم قاسمی آزاد کنید همسر. ببینید برید تو سایت دایشا واسه روز مرگ جشنواره داریم. من همسرم از اینجا برای خیلی عالیه. بعد عالی زحمت میشه گوشی منو بدین من بتونم سایت رو چک کنم. دست شما نیست. خیلی ممنونم جناب، مرسی، خیلی خوشحال شدم.